بانک با قرآن کاجی صاحب نبی خبر شد دل جگر زده دست میز یه فرده تیزم میچلانه اونجا که ایزی گلایی کزو گلایی از کدام جای خطا میخوره موتر 3-4 ملاق میخوره جای گلچهره مسکین زوف مفتک پلیس میرسه ایره میگه خانم شیز اوکی آر یو اوکی ایچه میگه نه بابا چی اوکی تیز رفتم 1 ملاق 2 ملاق این آخر 4 پلاق الهی دل جگرت بریزه جلالی خودت خواستی نفره کردی نه میگه یک مرد همسایه‌شان 2 همسایه رویبری بود و آیشام سگ داشت گلابری تا نیشام سگ داشت کدام روز همین سگ همسایه پای از همسایه را میخوره از این مردی نشه زنش مبرای میگه سگ تا چرا بسته نمیکنی خوی زن غالمه اینه شورم از سگت خوردی خی تبایم که آخر و زن گفت که خیر است اگه توی قصر مروا نداری بیارم سگ تکشوی مرا بخورم هم تبا گفت یک زن همسایه پیش دیگه زن همسایه رفت پرسان کرد گفت فرق بین ما و شما و حضرت بی بی حوا چی است گفت هیچ فرق نداره شوی از او آدم است از ما و تو نیست والای جاوید خفک خفک یادش میاد زفر جاوید از جاوید خفک نیست کتمو بلبل که زنش هستی دانم وقتی که دستت سر دستش زنش نیستم نقش زنشه که بازی کردی تشکر از بالاخره بازم زنش شدی حالا دل تو بود که تو زنش میشدی ما گفتم تو میگه خیلی زن از اون نمیشتم زن تو میشدم خیلی امو دست که سر دست بلبل ماندی تو چی احساس برات داد؟ امو احساسی را که برای تو میتن فرق میکنه نه هیچ فرق نمیکنه دست یک دست از دیگه خواندن یاداری برشنای بهار؟ والا از اون خواندنایی که خودت میکنی نه بخیر خواندنای رقم خودت جلالی صاحب مگم از هم سریال بلبل نه یک قسمت شما زیاد خوش دارم که خودت نه مشم اون صحنه رو خودت امو نقش بازی که کس دیگه کرده پوچاق یکی را خواست میزنه میگه بخی که صبح شده دیالوگ جلالی سبیست که بچه اصاب ما خراب نکو اگه از رودای تیر لاین تراسل مر جور میکنه این صحنه من میگم دیمش که تی چاقو نمیگه بلبل قار میشه که پوچاق خب چی بگویم براتون شما هر چی که قصه میکنیم از جنگای جوانیت قصه کن امو جنگایی که خود تلات کرده بودم در پشت سنه بله در اونجا که کت بوت و چبلق و ایگه پا که لط میخوردی بفرمای در جوانیش که پشت شگرفت بودی لطت کرده والا دیگه ما کتمی قد دراز پشتم قصی اثر من یک قدر نیستم اما 1-4 تا ببینم میگه او خجالت بکش پشت نوسه تا گرفتی نه بودم نیست ساده میشیم میبینیم آره جلالی صاحب خوب شد نفت از دور بینید بگه اون دا آمد نه دیگه چی بگویم برای بیچاره شما را دیگه شما کی از دست زنا روز دارین اول روز ندارین تا زیر تاکای انگور تیر میشد دستش نمیرسید قدش پخش بود آخر گفت گمش که ترش است دستم میرسه که دستت میرسه چاره تا اگر دستم از اینجا نرسید از اینجا خو میرسه نه نزن نه دیگه حاله دید خود مرا خیال ننوی خود کده ننوی من مثل تو ورمش دل جگرش میکش موسم اندازی خب جاوید صاحب نگه یک بچه پیش دکتر رفت گفت دکتر صاحب من تکلیف نو پیدا کنیم گفت بگو چی است گفت من که شب خواه میشم چشم ما پت میگیرم دانم واز میمنه اگه دانم ما پت میگیرم چشمم واز میمنه گفت تو هیچ تکلیف نداری پوست روید کوتاست ای بخوران که سرت خوب با مکتید کار داره نه مرا نمیگه
من بچه‌ها را زیاد به دخترها گفتم جاوید نمیگم مرا قاقا نمیتونم بخاطر من بابا میگه بیکار بود، هرچی میپالید کار نمیافت. خواه از بیکاری آخری گفت گمش که کار نیافتم میرم زن میگیرم. رفت عروسی کرد، یک روز در خانه، 2 روز در خانه، 3 روز در خانه. آخر می زن گفت خواهید مشوی نکردیم، خود زن گرفتیم، خب خبر اومرده که کار کو. گفت نیست کار نیست، چطور کنم؟ گفت بیا مبرد کار پیدا میکنم. خب که برش کار پیدا کرد، از 4 تا 8 در کدام جای در یک دفتر پیاده میاده اونجا را پاک میکرد. خب شد از 8 که تا 4 روجه بند شد. زنکه گفت خیلی از 4 تا 8 شب چی کار میکنی؟ گفت دیگه چی کار کنم؟ زن کاری یافت نمیشه. خب یک جای دیگه برزی از 4 دیگر تا 8 شب هم برش کار پیدا کرد. که 8 بجه خانه می آمد، 8 شب دیگر روز یک هفته بعد زن گفت او مرد کال تو از 8 تا 8 صبح در خانه بیکار چی میکنی تا 4 صبح؟ خب برو یک. گفت چی کار کنم؟ رفت برش یک جای چوکیداری پیدا کرد. از 8 شب چوکیدار بود تا 4 صبح. 4 صبح باز خانه می آمد، 8 بجه باز در وظیفه خود میرفت. یک هفته کی رقمی تیر شدی. زنکه گفت او مرد حالا تو بیکار همینجا از 4 صبح تا 8 صبح چی میکنی در خانه بیکار می؟ او زن گفت ولی از خدا حالا در کجا کار کنم؟ این وقت خود رفت در کدام جای در حمام این لنگ مونگه که میشوش در اوجا بخش چی کار پیدا کرد. این مردکه 24 ساعت رکت گفتی اینی رقم کار ما خراب است. گفت برو طلاق بتشه. گفته هیچ وقت طلاق ولگه باشه. بفرمایی بهار صاحب، یگان صحنه قصه بکنین، از فیلم ها قصه بکنین، از تئاتر قصه بکنین. ما هیچ چیز ندارم. چی میگه پارتنر ندارم که در پولیم باشه. شما دو دانه یک جا شدیم، ما ایران ماندیم که یک دقیقه خودت گوش میگیریم، یک دقیقه یک دقیقه خلاص دیگه. ما مجبور کیره کمکی کسی بخوایم. خب برش پارتنر پیدا میکنیم. خوارک شما هم چادر تانم بتین، گل بینی تانم که برش جاوید جان بلگانیم. این جلالی حالو چی میگه؟ نیک اسم الله نداشته باشه. مگم جلالی صاحب یک تا مرا گفت بعد از چه وقتا؟ یکی نگفت چند تا گفت. اگه سیال باشی بس از دیگه. حالا میگم خوش. مدی شده که از برنامه میخوندم، یکی از دوستان مرا گفت با جلالی صاحب از نزدیک شیشتیم. من گفتم آ والا شیشتیم. گفت نه دروغ میگفتم، بخی جدی شیشتیم. گفت میتونی برام بگی قدش چند سانتی میه؟ من گفتم قدش نمیفهم چند تا خیلی بلند است. گفت از طرف ما برش بگو جلالی صاحب تو که 8 شب نان میخوری 10 بجه دم معدت میرسه. خب شما میوه صرف بکنین. اینمی گفته شما یک روز در منده تو در میلادرس فکایی آمده بود که در جلالی میگه در منده استاد بود. کینوالا را گفت چارک چند است؟ گفت 60 روپه. گفت چرا چوچه است؟ کینوالا گفتش خود که تو از منزل 3 سیل کنی نمقه معلوم بشه.